دوست عزیزی که متولد تیر ماه هستی، تیر ماهی عزیز، چیزی که برات افتاده اینجا دارم میبینم، حس تعلق خاطر به شخصی رو داری که انگار یا جفت رویته یا فکر میکنی زندگی خیلی خوبی با این آدم داشتی و خواهی داشت. میخوای کسی رو تو زندگی خودت حفظ کنی، اون شخص هم همین رو میخواد. یک رابطه زناشویی عاشقانه یا عاطفی خیلی خوب از همجنس خودت پیدا میکنی، همون حسی که به تو به طرفت داری، طرفت هم به تو داره، ولو بیشتر. یک شخصی رو میبینم که در رابطه با یک مسئله مالی و ملکی برای شما بخواد قدم‌هایی برداره و تعیین تکلیف بکنه این مسئله رو برای شما. و سرمایه گذاری توی امورات این براتون میبینم، یا حالا درآمد از جای براتون میبینم که براتون خیر و برکت زیاد داری. یه مقدار از نظر عاطفی خودت به کیس احساسی همچین دل و دماغت نمیره، احساس میکنی که بهت توجهی نداره، یا ممکنه که شخصی رو هم میبینم که اینجا در پرداخت یک مسئله مالی به شما یا یه تصفیه حساب